سلام دوستای عزیز. امروز میخوام درباره یه خواب خاص و عمیق صحبت کنم. خواب گریه کردن یا دیدن خوابی که باعث گریه‌تون بشه. شاید براتون پیش اومده که از خواب پریدید و چشماتون خیس بوده یا حتی حس میکردید یه بغض سنگین توی گلوتون گیر کرده. آیا این خواب‌ها فقط نشونه غم و اندوهه یا پشتشون پیام‌های دیگه‌ای هم داره؟ امروز قراره همه اینا رو با هم بررسی کنیم و حتی بهتون بگم چطور میتونید از این خواب‌ها به نفع خودتون استفاده کنید. و اما تعبیر کلی خواب گریه کردن. خواب گریه کردن معمولاً به تخلیه احساسات سرکوب شده و رهایی از تنش‌های درونی اشاره داره. شاید توی بیداری بعضی چیزها رو ندیده میگیریم یا از بیان کردن احساساتمون فرار میکنیم. اما توی خواب ذهنمون اجازه پیدا میکنه که آزادانه این احساسات رو نشون بده. گریه کردن توی خواب میتونه به معنای پاکسازی روح و ذهن باشه. انگار که داری ناخالصی‌ها و سنگینی‌هایی که توی وجودت انباشته شدن رو رها میکنی. مخصوصا اگه توی بیداری از چیزی دلخور یا ناراحت بودی ولی به خودت اجازه ندادی که بهش فکر کنی یا ابراز احساسات کنی. ارتباط تعبیر خواب گریه با کارهای روزمره. اگه به تازگی چنین خوابی دیدی، شاید بهتر باشه به بعضی جنبه‌های زندگی روزمره توجه بیشتری کنی. روابط اجتماعی و خانوادگی. ممکنه احساس کنی توی رابطه یا موقعیت اجتماعی تحت فشار هستی و نتونستی احساست رو به درستی بیان کنی. بهتره با افراد نزدیک صادقانه صحبت کنی و از بیان احساسات نترسی. مسائل کاری و مالی. اگه این خواب رو زمانی دیدی که مشغول یک پروژه یا تصمیم گیری بزرگ بودی، شاید نشون دهنده استرس یا نگرانی‌های پنهان تو باشه. بهتره برنامه‌هات رو دقیق‌تر بررسی کنی و اگه لازمه از کسی مشاوره بگیری. فشارهای ذهنی. شاید ذهنت بیش از حد درگیر شده و نیاز به استراحت و آرامش داری. زمانی رو برای خودت بذار که بتونی از شلوغی‌های روزمره فاصله بگیری. نکاتی که باید حواستون بهش باشه و از چه چیزایی پرهیز کنی. فشار بیش از حد. نذار خودتو بیش از حد درگیر استرس‌های روزمره کنی. هر چقدر هم کار و مسئولیت داشته باشی، نیاز به استراحت و بازسازی داری. ترکیب احساسات. اگه از چیزی ناراحتی، بهتره با خودت رو راست باشی و اون رو نادیده نگیری. بیان کردن احساسات میتونه از بروز این خواب‌های سنگین جلوگیری کنه. انزوا و دوری از دوستان و خانواده. تلاش کن با افرادی که دوستشون داری وقت بگذرونی و ازشون انرژی بگیری. ارتباط با خدا، طبیعت و آفرینش. گاهی این خواب‌ها دعوتی هستن برای نزدیک شدن به خدا و انرژی مثبت کائنات. به طبیعت برو، زیر آسمون آبی قدم بزن، به صدای باد و آب گوش بده. این کارها میتونه روح و ذهنت رو آروم کنه. دعا و مدیتیشن هم خیلی موثره. سعی کن هر روز چند دقیقه به خودت اختصاص بدی تا با خدای خودت حرف بزنی یا فقط در سکوت و آرامش قرار بگیری. ارتباط با طبیعت و آفرینش میتونه بهت کمک بکنه که از این انرژیای منفی پاک بشی و به آرامش بیشتری برسی. و اما شما دوستای عزیز، حالا نوبت شماست. تا حالا شده همچین خوابی ببینید؟ فکر میکنید از چی ناراحت بودید که توی خواب به گریه افتادید؟ چطوری با این حس‌ها کنار اومدید؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید و یادتون نره اگه از این تعبیر خواب‌ها خوشتون میاد، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.